нархи арз. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش پول روسی در بازار ارزی تاجیکستان امروز 8 اوگوست 100 روبل باز هم با قرب هفته گذشته 16 سومانی و 46 درم باقی مانده است. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز 100 یورو 1051 سومانی نرخ دارد. اسعار آمریکایی 100 دلار 1026 سومانی ارزش دارد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه‌های لندن 1775 دلار و 34 سنت برای یک اونس تعیین شد. اونسیه واحدی وزنی است که بانک‌ها و زرگران استفاده می‌برند. یک اونس به 31.1 گرم برابر است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های لندن 94 دلار و 10 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک 88 دلار و 27 سنت معامله شد. قیمت کارتوشکا در شمال تاجیکستان غیر انتظار بالا رفت. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده گفت نقشه کشت کارتوشکا به دلیل رعایت نشدن طلبات کشت زراعت ها اجرا نشده است. به گفته او در ولایت به جای 18500 گکتار 16271 گکتار کارکرد شده است که نسبت به نقشه پیش بینی شده 2229 گکتار کم است. کاهش کشت باعث یکباره بالا رفتن نرخ کارتوشکا در بازارهای ولایت شده است. اگر 1 کیلوگرم حاصل تیر ماه گذشته در بازار تا چند ماه گذشته 2.5-3 سومانی ارزش داشت، حالا نرخ آن الکی به 5-5.5 سومانی رسیده است. قابل ذکر است که در کشور نه تنها کارتوشکا چه خیلی که پیشتر خبر داده بودیم، پیاز نیز قیمت می شود. اگر در همین دوره سال گذشته در تاجیکستان ارزش 1 کیلو پیاز به 3 سومانی رسیده باشد، حالا آن 6 سومانی و حتی از این هم بیشتر ارزش دارد. در همین حال وزارت کشاورزی میگوید که به دلیل افزایش صادرات نرخ سبزیجات بالا رفته است. اما طبق اطلاع رسمی رقم‌های گزارشی از سال 2021 کم نیستند. تاجیکستان برای جلوگیری از رفتن پول به خارج و بهترسازی وضع اکولوژی روی واردات ماشین‌های برقی تلاش دارد. در این باره عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی خبر داده گفت گذاشتن به نقلیات برقی برای تاجیکستان عملی منطقی می باشد. به تاکید او هر سال به کشور از خارجه با مبلغی از 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار مواد سوزشواری وارد می گردد، در حالی که به گفته او ظرفیت‌های استحصال برقی کشور خیلی زیاد می باشد. به گفته عظیم ابراهیم در تاجیکستان برنامه دولتی رشد استفاده از ماشین‌های برقی در سالهای 2023 تا 2027 آماده شد که برای تصویب به مجلس نمایندگان کشور ارائه خواهد شد. یکی از امتیازات این برنامه آزاد کردن وارد کنندگان ماشین‌های برقی از پرداخت حق گمرکی می باشد. در حال حاضر در تاجیکستان ماشین‌های تاکسی و اتوبوس‌های برقی در شبکه حمل و نقل شهرهای کشور برای کشانیدن مسافران استفاده می شود. در 6 ماه اول امسال تاجیکستان از صادرات برق به ازبکستان 12,200,000 دلار درآمد کسب کرده است. این میزان نسبت به همین دوره سال گذشته 10.9% بیشتر می باشد. تاجیکستان در این دوره 31,800,000 دلار برق به خارج صادر کرده است. کشورهای اصلی دریافت کننده برق تاجیکستان در ماه‌های ینور ایون امسال افغانستان با مبلغ 19,100,000 دلار و ازبکستان با مبلغ 12,200,000 دلار بودند. در شهر خوجند در نظر است کارخانه کارکردی پرتاف‌ها بنیاد شود. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی حکومت ولایت سوخت، رجب‌بای احمدزاده رهبر حکومت ولایت با نماینده پالات سودای ژاپن در آسیای مرکزی ناکامورا دایسکی و صاحبکار ژاپنی چیدا خوکارو ملاقات کرده در جریان صحبت جانب‌ها مسئله تأسیس کارخانه کارکردی پرتاف‌ها در شهر خوجند را بررسی کردند. ناکامورا دایسکی درباره فعالیت پالات سودای ژاپن در آسیای مرکزی معلومات داده اظهار اطمینان کرده است که تاجران دو جانب در آینده برای تحکیم مناسبت‌ها از تمام امکانات‌ها استفاده خواهند کرد.